سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر رحیم آباد رودسر. امروز شنبه 25 شهریور ماه و تعطیلی رسمی هستش. ساعت هم حدود 11. شهر رحیم آباد در شهرستان رودسر و در همسایگی شهر کلاچای و املش قرار داره. این شهر با شهر رودسر حدود 37 کیلومتر فاصله داره. همه این شهر رو به خاطر مناطق زیبای اشکورات میشناسن که پایتخت گرگازوان و فندق ایران هستش. جالبه بدونید بخش رحیم آباد بزرگترین بخش کشور ایران هم هست. بازار محلی این شهر در روزهای دوشنبه هر هفته برگزار میشه که ولاگش رو به زودی در کانال قرار خواهیم داد. در کانال قبلا ولاگ رانندگی در جاده اشکورات و گردش در منطقه زیبای سفیدآب رو قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. خواهشم با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.